وقتی شما در حالت برانگیخته هستید، وقتی سیستم عصبی سمپاتیکتون فعاله و حواس شما فعالتر شدن، وقتی اون مواد شیمیایی آزاد میشن، شما تمرکزتون رو به اون خطر یا تهدید محدود میکنید و کل توجهتون به یک چیزی در محیط معطوف میشه. اون چیه؟ صداش از پشت بوته ها میاد. اون چیز ناشناخته چیه اونجاست؟ حالا همه توجهمون روی بدنمونه. بدن ما دچار هجوم انرژی میشه و کل توجهمون صرف درک کردن لحظه مورد انتظار بعدی میشه. سعی میکنیم پیش بینی کنیم که قراره چی بشه. گفتیم تغییر یعنی بزرگتر شدن از محیط، بدن و زمان. حالا اگه با هورمون‌های استرس زندگی کنیم و به برانگیختگی ناشی از این مواد شیمیایی اعتیاد پیدا کنیم، باعث میشن توجه ما به بدنمون به محیط و زمان معطوف بشه و بنابراین در هنگام استرس تغییر کردن واقعا سخته. متوجه هستید؟ من قبلا توی روستا زندگی میکردم. یه مزرعه داشتم در انتهای یه مسیر شنی. خیلی زیبا بود و هزاران هزار هکتار جنگل اطراف زمین من رو فرا گرفته بود، کنار رودخونه. یه شب ماشینم رو پارک کردم. مسیر پیادهش خیلی طولانی نبود تا برسم دم در خونه. یه سری تخت سنگ بزرگم کنار مسیر گذاشته بودم، انگار آدم داشت از وسط یک مسیر باستانی رد می شد. لباسامو گذاشته بودم روی شونم و کیف کامپیوترم هم توی دستم بود. نیمه های شب نبود ولی راستش تاریک بود. داشتم میرفتم سمت خونه که یه دفعه از پشت سنگ‌های صدای اینجوری شنیدم: چیکار کنم؟ تغییر حالت درونی من در اثر اطلاعات حسی که داشت به سمت مغزم می اومد به صورت خودکار من رو در حالت آماده باش قرار داد و سیستم عصبی ستیز و گریز رو فعال کرد. تغییر حالت درونی به خاطر وجود یک چیز ناشناخته باعث شد تمرکزم رو به محیط بیرون و به علت محدود کنم. پشت اون سنگ چیه؟ متوجهید؟ بعدش گوشیمو اینجوری در آوردم. به فکرم رسید که 10 تا سگ توی مزرعه دارم. کامیلو، کاملو، بروهو، هیچی. قدم همه اینجوری برمی داشتم. چراغ گوشیمو روشن کردم. این صدا اومد. میگفت میدونید وقتی سگا رو صدا زدم نیومدن. حالا به این فکر میکردم که بهتره از ناشناخته ها فرار کنم تا اینکه در این لحظه به استقبالش برم. قبول دارید؟ به عبارت دیگه الان وقتش نیست قلبمو باز کنم. وقتش نیست چشمامو ببندم و به دنیای درون برم. گوشتون با منه؟ وقتش نیست آسیب پذیر باشم یا اینکه وارد سکون بشم. وقت فرار یا جنگیدنه، درسته؟ سوار ماشین شدم، رفتم پایین تپه، افرادم آوردم. داشتن اسبا رو میبردن توی استبل. برگشتم بالا و دیدم یه شیر کوهی بزرگ، یه طولم همراشه. داشت میگفت از این نزدیکتر نشو. دنبال دردسر نیستم، فقط میخوام بدونی که من اینجام. پس اگه به هورمون‌های استرس اعتیاد داشته باشید میشه گفت این کار خلاف بقاست. اگه ترس براتون داره نمیتونید چشماتون رو ببندید. دلتون میخواد توجهتون رو به محیط معطوف کنید چون فکر میکنید که خطر اونجاست. اگه دچار ترس بشید و بدنتون این هیجان رو حس کنه، بدنتون چی میشه؟ برانگیخته. و وقتی برانگیخته بشه وارد چه موج مغزی میشه؟ بتای سطح بالا، خیلی بالا. در این لحظه مغزتون شدیداً برانگیخته و گوش به زنگه و روی چیزهای فیزیکی و مادی تمرکز میکنه. به عبارت دیگه انرژی و فرکانس در این لحظه مهم نیست. آفرینش نه موقع آفرینش نیست. یادگیری نه موقع یادگیری نیست. پس کسایی که به هورمون‌های استرس اعتیاد دارن تغییر کردن و ورود به دنیای درون براشون دشواره، چون نمیدونن که اگه بر بدنشون غلبه کنن
اگه بر محیط و زمان غلبه کنن دقیقاً با همین مدل تغییر میکنن. اگر میخواید بدنتون خوب بشه باید از بدنتون عبور کنید. اگه میخواید بخشی از واقعیت شخصیتون رو تغییر بدید باید شخصیتتون رو تغییر بدید. اگه میخواید چیزی رو در محیطتون تغییر بدید باید از محیطتون عبور کنید. اگه میخواید چیز جدیدی بسازید نمیتونید در آینده قابل پیش بینی یا گذشته آشنا باشید، چون اینها جزء شناخته‌هان. باید وارد اون جایگاه شیرین بشید. ناشناخته‌ها بهترین جا برای آفرینشه. امکانها در اونجا وجود دارن. بنابراین در اون حالت برانگیخته و اورژانسی فرکانس بسیار بالایی در مغز وجود داره. وظیفه مغز اینه که بین اتفاقات دنیای بیرون و دنیای درون معنا برقرار کنه. مغز باید بین دنیای درون و دنیای بیرون انسجام و درک ایجاد کنه و همه این اطلاعات حسی که به سمت مغزتون میاد و مغزتون اونها رو پردازش میکنه باعث میشن مغزتون وارد حالت بتا بشه. شما از بدنتون و از محیط آگاهید، از زمان آگاهید. الان همه شما در بتای سطح پایین هستید. اگه وارد بتای سطح بالا بشید انرژیش 3 برابر بیشتر از بتای سطح پایینه و در این حالت برانگیخته مواد شیمیایی باعث میشن ما سعی کنیم همه چیز رو در زندگی کنترل کنیم، همه چیز رو پیش بینی کنیم. وقتی تحت استرسیم بیشتر از حد دل مشغولیم و تمرکز میکنیم و از بین پتانسیل های بی‌نهایت میدان کوانتومی بدترین حالت ممکن رو انتخاب میکنیم و اون نتیجه رو از نظر هیجانی تجربه میکنیم. بعدش میگیم اگه این اتفاق بیفته چی؟ وای خدای من، ما در حالت بقا همیشه برای بدترین ها برنامه ریزی میکنیم و بدنمون واقعا هیجانات اون اتفاق رو حس میکنه. اینا رو خوب متوجه شدید؟ بدن اسیر ذهنیت ترس میشه و حالا دیگه ترس فقط توی مغز نیست، ترس به صورت شیمیایی وارد بدن شده و آدما در این حالت بتای سطح بالا گیر میکنن. مثل اینه که یک ماشین اسپورت رو توی اتوبان با دنده 1 برونید. آدما توی چنین حالتی گیر میکنن و چون این آدمی شروع میکنه به مصرف دیاسپام و آرام بخش آب تصفیه شده مصرف میکنه، نمیدونم هر کاری میکنه تا حالت درونیش تغییر کنه. این استرس به خاطر اینه که نمیتونن یه چیزی رو پیش بینی کنن، نمیتونن یه چیزی رو کنترل کنن. به خاطر اینه که حس میکنن زندگیشون قراره بدتر بشه. ما در این حالت چی کار میکنیم؟ برعکس عمل میکنیم. همه چی رو کنترل و پیش بینی میکنیم. همه چی رو تغییر میدیم، ماده با ماده. نتایج رو تحمیل و کنترل و دستکاری میکنیم. برای نتیجه میجنگیم، برای نتیجه رقابت میکنیم، چون ماده هستیم و میخوایم ماده رو تغییر بدیم. متوجه هستید؟ پس در این حالت که مغز شما برانگیخته شده و همه توجهتون به بدن، محیط و زمان معطوف شده، توجه شما هر کجا باشه انرژیتون هم همونجاست. درسته؟ و ما در توهم واقعیت سه‌بعدی گیر افتادیم. متوجه هستید؟ مدام توجهمون رو جا به جا می‌کنیم، از شخصی به یک شخص دیگه، از مشکلی به یک مشکل دیگه. برانگیختگی ناشی از این مواد شیمیایی مثل طوفان توی ابرا باعث میشه که مغز بدون نظم فعالیت کنه و بخش بخش بشه. امواج مغزی که در این حالت بتای سطح بالا ایجاد میشن خیلی بی‌نظم و نامنسجمن. مغز بدون نظم و بدون ریتم فعالیت میکنه. امواج مغز همدیگر رو کنسل میکنن چون با هم همگام نیستن و انرژی مغز میاد پایین. بعد شخص بدون اینکه بدونه نیاز پیدا میکنه که انرژی رو برگردونه به مغزش. بنابراین چی کار میکنه؟ بیشتر به مشکلات فکر میکنه. متوجه هستید؟ به بی اهمیت ترین چیزها واکنش نشون میده و اصلا خبر نداره که این کارو میکنه که فقط مغزش برانگیخته بشه و بیدار بمونه و به این کار اعتیاد پیدا میکنن و زندگیشونو در چارچوب این هیجان تحلیل میکنن. من به اندازه کافی مغز دیدم، اسکن مغزشو نگاه کردم و گفتم داری چی کار میکنی؟ میگه دارم فکر و تحلیل میکنم. اگه زندگیتون رو تحلیل کنید و در چارچوب این هیجان فکر کنید وضعیت مغزتون بدتر میشه و وارد بتای بالا میشید. اون فکر باعث برانگیختگی میشه و حالا فرد توی یه چرخه گیر کرده.
بیش از حد تمرکز کرده، ذهنش درگیره. چند نفر از شما در زندگی دچار استرس شدید و ذهنتون خیلی درگیر شده؟ متوجه هستید؟ ما پی بردیم که اگر این کار رو انجام بدید و روی همه چیز در زندگیتون تمرکز کنید، روی بدنتون، دردتون، قیافتون، وزنتون، اگه روی آدمایی که در زندگیتون باهاشون ارتباط دارید تمرکز کنید، آدمایی که باهاشون پیوند عاطفی دارید، اگه در زندگیتون به همه چیز و همه جا فکر کنید، به این که کجا باید باشید و کجا باید برید، اگه به زمان فکر کنید، اون وقت کل توجهتون به شناخته ها معطوف شده. همش به خاطر این اعتیاد صرف واقعیت سه‌بعدی شده و تمرکزتون رو محدود کردید. و حالا برعکس، اگه به افراد یاد بدیم که از تمرکز همگرا به تمرکز واگرا برسن چی؟ توجهشون رو از روی بدنشون بردارن، توجهشون رو از روی آدم‌ها بردارن، توجهشون رو از روی چیزها و اشیا و مکانها و زمان بردارن و بی بدن بشن. یعنی از بدنشون، هیجانات و عادتها عبور کنن، بشن هیچ کس. یعنی دیگه شخصیت خودتون نباشید، دیگه این چهره و این اسم و این فرهنگ و این گذشته نباشید. دیگه خودتون رو به شوهر و زن و بچه هاتون ربط ندید. دیگه به هیچ کسی فکر نکنید. دیگه به گوشی موبایلتون فکر نکنید. دیگه به کامپیوتر، خونه و باغچه‌تون فکر نکنید. دیگه به هیچ چی فکر نکنید. به این فکر نکنید که باید کجا باشید، کجا بودید، کجا برید و حتی کجا نشستید. هیچ توجهی به آینده قابل پیشبینی و گذشته آشنا نکنید. اگر هوشیاریتون رو به دنیای بیرون، بدنتون و زمان معطوف نکنید، اون وقت هوشیاری برای شما وجود نداره. و در این لحظه است که میشید آگاهی محض. باید تمرکزتون رو گسترده تر کنید و به هیچ توجه کنید. به فضا. باید فضا رو حس کنید و هوشیاریتون رو باز کنید و بهش توجه کنید. بهش وصل بشید و حسش کنید و تجربهش کنید. ریلکس کنید، بیشتر اون باشید و کمتر خودتون. باید بتونید خودتون رو ببازید به هیچ. هرچی بیشتر این کار رو بکنید، امواج مغزیتون بیشتر کند میشه و از بتای سطح بالا میرسه به بتای متوسط و بتای سطح پایین. میرسید به آلفا و این یعنی عبور از ذهن تحلیلی. صدایی تو سرتون دیگه باهاتون حرف نمیزنه. و حالا دنیای درون براتون از دنیای بیرون واقعی تر میشه و اگه فضا رو دوباره حس کنید، بخش‌های مختلف مغزتون که بدون نظم فعالیت میکردن دستشون رو دراز میکنن و دست همدیگر رو میگیرن. ما داده‌های زیادی از طریق MRI عمل کردی به دست آوردیم که نشون میده کل مغز رو نظم فرا گرفته و دیگه ماژول‌ها و بخش‌های جداگانه در اون وجود نداره. کل مغز مثل یک شبکه عصبی بزرگ فعالیت میکنه. متوجه هستید؟ مغزتون وارد حالت رزونانس میشه، نظم میگیره. اگه بتونید این حالت رو حفظ کنید، امواج آلفا در کل مغز بسیار منسجم میشن. سراسر نواحی مغز وارد یک اتحاد روانی میشن. یکم دیگه ریلکس کنید، احساس امنیت کنید و وارد قلبتون بشید. در قلبتون یکم دیگه ریلکس کنید، بدنتون وارد حالت استراحت سبک میشه. یه خواب سبک. بدن میخوابه، شما آگاه خواهید بود اما بدنتون استراحت میکنه. به این میگن تتا. مثل حالت هیپنوتیزمه. در این حالت شما در برابر اطلاعات تلقین پذیرید. درهای میان ذهن خودآگاه و ناخودآگاه کاملا بازن و شما مستقیما وارد سیستم عامل میشید. و در اینجاست که بیشترین میزان تغییر میتونه رخ بده، چون شما فکر من میتونم رو میپذیرید. یک برنامه رفتاری جدید مینویسید. اون هیجان رو با همه وجود در بدنتون حس میکنید و باعث میشید که سیستم عصبی خودمختار از فکر تأثیر بگیره و اون هم داروخونه ای از مواد شیمیایی رو مطابق نیت شما تولید میکنه. شما دارید بیولوژیتون رو تغییر میدید. اینو با یقین کامل بهتون میگم. متوجه هستید؟ بنابراین در حالت تتا درهای میان ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه کاملا به روی اطلاعات بازه. به اون خلا، اون فضای تهی، اون فضای خالی، اون نیستی میگن امر مطلق.
همه فرکانس ها در اونجا قرار دارن. شما اونا رو نمیبینید چون در ورای حواستون قرار داره. شما فقط در این واقعیت سه‌بعدی میتونید چیزها رو ببینید، اما اون در ورای واقعیت سه‌بعدی وجود داره و من فقط ازتون میخوام که ازش هوشیار بشید. میخوام حسش کنید، تجربهش کنید، در اونجا ریلکس کنید و دیر یا زود اون میدان وحدت بخش انرژی که در ورای حواس شما وجود داره باعث میشه مغزتون وارد حالت هارمونی بشه. متوجه اید؟ در حالت تتا نسبت به اطلاعات تلقین پذیرید، از بدنتون، از محیط و از زمان عبور کردید. بنابراین اطلاعات فقط از یک جا میاد که بهش میگن فرکانس. هر چقدر مغزتون منسجم تر باشه، قلبتون منسجم باشه، این اتصال قوی تر میشه. وقتی وصل شدید چراغ‌های نئوکورتکس متفکر مغز خاموش میشه و خودی که بر اساس سرگذشتتون شکل گرفته، شخصیتتون، ارتباطتون با محیط و بدن همشون خاموش میشه. اینها از مدار خارج میشن و انرژی مستقیما وارد ناحیه لیمبیک مغز میشه و اونم مثل دیاپازون روی این انرژی و فرکانس تنظیم میشه و انرژی در مغز شما جمع میشه و برانگیختگی به وجود میاد. این برانگیختگی مربوط به گاماست، نه مقدار کم، مقدار بسیار زیادی گاما. ازشون میپرسم براتون چه اتفاقی افتاد؟ چون دانشمندا داد میزنن تشنج و اون فرد میگه اگه این تشنج من دلم تشنج میخواد. در وصفش میگن این ناآشناترین احساس آشناییه که تجربه کردیم، آشناترین احساس ناآشنا. این یعنی وصل شدن، یعنی بیداری، یعنی به یاد آوردن این که ما وحدتمون رو فراموش کردیم و این فراتر از زبانه. متخصص زبان ما به یک رویداد یک هفته‌ای اومد و این رو تجربه کرد. بعدش باهاش تماس تصویری داشتم که میگفت نمیدونم چطور توصیفش کنم. اون متخصص زبان بود و واژه‌ای براش نداشت. بر اساس چیزهایی که از وصل شدن فهمیدم، بر اساس زبان دگرگونی و چیزهایی که افراد در مورد احساسشون میگن، فهمیدم که اونا یه تجربه بسیار سوماتیک داشتن. دو چیز بسیار سوماتیکه. این یعنی چی؟ یعنی در تک تک سلولهای بدنشون میتونستم تک تک سلولهای بدنم رو حس کنم که با فرکانس یکسانی ارتعاش میکردن. انگار کل بدنم با نور به وجد اومدن و البته هم بسیار هیجانی بود، اما نه مثل اون هیجاناتی که از بیرون به دست میارید. سطحی از عشق رو حس میکنید که هرگز در بیرون حسش نکردید. در این لحظه پی میبرید که در درون شماست و با الهیت درونتون یک رابطه عاشقانه برقرار میکنید و هر روز براش وقت میذارید، بهش توجه میکنید و حواستون رو بهش معطوف میکنید. این افراد وقتی از این تجربه خارج میشن و بعدش میخوان توصیفش کنن، نمیتونن واژه‌ای پیدا کنن که بقیه درکش کنن، چون این تجربه خارج از شبکه عصبی اون شخصیتی که در چارچوب بدن و محیط و زمان شکل گرفته. پس این اطلاعات از خارج از اون مدارها میاد و تنها راه توصیفش استفاده از استعاره است. مثلا قسمت بالای سرم برداشته شد، بدنم به یک پریز نور وصل شد و یکی شدت برق رو افزایش داد. حس کردم در تک تک سلولهای بدنم حرکت میکنه. فرد از استعاره برای توضیحش استفاده میکنه، اما بعدش میگه نه اینجوری نبود، بیشتر اینجوری بود که سعی میکنه توضیحش بده. حالا به این فکر کنید، احتمال این که بگیم ما داریم حقیقت واقعیت رو میبینیم صفره. گوشتون با منه؟ تنها چیزی که ما میبینیم طول موج نور مرئیه. میدونید دیگه، قرمز، نارنجی، زرد، آبی، سبز، نیلی، بنفش. این طیف کوچیک نور داره از پایدارترین شکل انرژی منعکس میشه، یعنی از ماده. و با این هولوگرام و این توهم جدایی ما رو فریب میده. اینا رو متوجه میشید؟ حالا هورمون‌های استرس رو میاریم وسط. استرس حواس رو تقویت میکنه و حالا مقدار بیشتری از توجه ما به دنیای مادی معطوف میشه. ماده گرا میشیم و تمرکزمون رو به چیزهای فیزیکی و مادی محدود میکنیم. متوجهید؟
گفتیم توجه شما هر کجا باشه انرژیتون هم همونجاست. اگه کل توجه و انرژی شما صرف واقعیت سه‌بعدی بشه، مجبورید به قواعدش هم پایبند باشید. هر چیزی که در واقعیت سه‌بعدی به وجود میارید نیازمند انرژی و زمانه. پس اگه در زندگی به عنوان ماده بخواید ماده رو تغییر بدید یا بخواید تغییری در زندگیتون به وجود بیارید، میشه گفت زمان میبره تا به خواستتون برسید. پس من اینجام، جو دیسپنزا، آگاهم که یک فرد هستم، موضعیت دارم در مکان و زمان. من در واقعیت سه‌بعدی هستم و میخوام از این پله ها بالا برم و برسم به اون در. پس یک نقطه از هوشیاری رو دارم و یک نقطه دیگه از هوشیاری هم هست، یک نقطه از آگاهی و یک نقطه دیگه از آگاهی. فکر و تجربه عبور کردن از این در. برای اینکه عبور کردن از اون در رو تجربه کنم باید چی کار کنم؟ باید یک کاری کنم. باید بدنم رو در فضا جابجا کنم و یک کاری کنم. وقتی بدنم رو در فضا جابجا میکنم و از این پله ها بالا میرم، برای اینکه برسم اونجا باید زمان و انرژی صرف کنم. و وقتی رسیدن به در رو تجربه کردم، دیگه از این تجربه جدا نیستم. بگید اینا رو متوجه شدید؟ خب پس شما اینجایید و رؤیاتون کجاست؟ اون دورا. چقدر دوره؟ مغز شما تخمین میزنه که چقدر پول لازم داری تا بتونید برید تعطیلات، خونه بخرید یا اون کار رو که همیشه میخواستید انجام بدید. مغزتون میگه اوکی، من تو رو خوب میشناسم. باید یکم سخت‌تر کار کنی، یکم بیشتر پولتو پس انداز کنی، فداکاری کنی، یکم کلک بزنی، یکم فریبکاری کنی، چند تا دروغ بگی و این چیزا. و بعدش وقتی بالاخره به اون تجربه میرسید، وقتی که اون تعطیلات یا اون ماشین جدید و غیره رو تجربه میکنید، اون تجربه فقدان یا جدایی ناشی از نداشتنش رو از بین میبره. پس همه چی در واقعیت سه‌بعدی زمان میبره و ما باید هر روز بدنمون رو در فضا جابجا کنیم و برای خواسته هامون کار کنیم اگه بخوایم به عنوان ماده دست به آفرینش بزنیم. یک کمی دیگه تحمل کنید، میریم برای استراحت. پس میدان کوانتومی یک میدان انرژی نامرئیه که در ورای مکان و زمان وجود داره. متوجه هستید؟ سرچش کنید، میبینید که اونجا نه آدمیه، نه بدنیه، نه گوشیتون اونجاست، نه شیئیه، نه چیزیه و نه مکانی، حتی زمان هم نیست. میبینید که یک لحظه حال بی پایانه، لحظه حال ابدی. بنابراین برای اینکه به میدان کوانتوم برسید باید همه توجهتون رو از روی همه چیز بردارید. از بدنتون، همه چیزهایی که از محیط و زمان تشکیل شده. باید کل توجه و انرژیتون رو از این دنیا خارج کنید و توجهتون رو بیشتر به میدان معطوف کنید. متوجه هستید؟ خب یادتونه گفتم همه چیزهای فیزیکی رو حذف کنید؟ همه چیزهای مادی رو حذف کنید؟ زمین و ماه و سیاره ها و قمرهاشون و خورشید و نور خورشید رو حذف کنید. ستاره ها و کهکشان ها و نور همه چیزهای مادی رو حذف کنید. حالا چی براتون میمونه؟ نیستی. این نیستی چقدر بزرگه؟ نمیدونم، اونجا هیچی نیست. این فضای خالی چقدر بزرگه؟ نمیدونم، اما ما پی بردیم که این خلا انرژی و این تهی بودگی مملو از فرکانس و انرژی و همه فرکانس ها حامل چیان؟ اگه بتونید مغزتون رو روی این نیستی تنظیم کنید، اگه بتونید این درک رو در مغزتون ایجاد کنید و مغزتون رو به انرژی و فرکانس وصل کنید و اگه بیشتر به اون و کمتر به خودتون توجه کنید، مغزتون بسیار سازمان یافته میشه و وقتی مغزتون منسجم باشه شما منسجمید. اگه بگیم در میدان کوانتوم فکر معادل بار الکتریکیه، پس فکر سیگنال رو ارسال میکنه. اون وقت هرچی مغزتون منسجمتر باشه، سیگنالی که ارسال میشه منسجمتر میشه، اطلاعاتش بیشتر میشه و قلب هم میدان مغناطیسی رو تولید میکنه و علم هم این رو ثابت کرده. بنابراین میشه گفت قلب تجربه رو به سمت شما جذب میکنه چون میدان مغناطیسیه. اگه بتونید بدون جسم به عنوان هیچ کس و هیچ چیز وارد لامکان و لازمان بشید، اگه آگاهی محض بشید و از چیزی جز خودتون در این خلا آگاه نباشید که سرشار از امکان و انرژیه، اون وقت آیا نمیتونیم بگیم که شما به جای ماده دارید از درون میدان دست به آفرینش میزنید؟ انسجام مغز و قلب مثل یک وای فای میمونه.
متوجه هستید؟ و وقتی تحت استرسید چی رو از دست میدید و چی به دست میارید؟ عدم انسجام. نمیتونید وصل شید، باید به انسجام مغز و قلب برسید تا بتونید به انرژی و فرکانس وصل بشید. از هوشیاری، از مکان و زمان عبور کنید و به عنوان آگاهی محض اونجا بمونید با یک مغز منسجم و یک قلب منسجم. از یک امکان جدید هوشیار بشید. هیجان اون آینده رو قبل از محقق شدنش با قلبتون حس کنید. اگه انرژی شما و امکانی که در میدان کوانتومی وجود داره هم ارتعاش بشن و اگه به جای ماده از درون میدان و از درون منبع دست به آفرینش بزنید، اون وقت قبول دارید که میتونید واقعا اون تجربه رو به سمت خودتون جذب کنید؟ و این کاریه که میخوایم بکنیم. اگه به جای ماده از درون میدان دست به آفرینش بزنید، میتونید فاصله ما بین فکر خواستتون و تجربه داشتنش رو کوتاه‌تر کنید. اگه به جای ماده از درون میدان دست به آفرینش بزنید، دیگه لازم نیست کاری بکنید. خودش به سمتتون میاد و جوری میاد که اصلا انتظارش رو ندارید و وقتی اون لحظه رو تجربه کردید، به گذشته‌تون نگاه میکنید و میبینید هر بار که تصمیم گرفتید خودتون رو باور کنید و تمرینات رو انجام بدید و انرژیتون رو تنظیم کنید تا در زندگیتون به این همزمانی ها برسید، همش این شخص بوده که شما رو به اینجا رسونده و عاشق این شخص میشید و در این لحظه گذشته شما دیگه وجود نداره. چند نفر متوجه شدن؟ برای بغل دستتون توضیح بدید. چون در این لحظه دیگه باور ندارید که شما قربانی زندگیتون هستید و پی میبرید که شما خالق زندگی خودتون هستید و دیگه نخواهید گفت امروز دیگه خودم زندگیمو میسازم. اینجوری نیست. دانش پذیرای ما، بذارید بهتون بگم، چیزی که در جمع خودمون خیلی بهش افتخار میکنم اینه که ما تمریناتو انجام میدیم. اونا به یک دلیل ساده تمریناتو انجام میدن. نمیخوان جادویی که توی زندگیشونه تموم بشه. برنگشتن به بدن و محیط و زمان نیازمند انرژی و نیازمند هوشیاری. تمرین میخواد تا از جسم به بی جسمی برسیم، از کسی بودن به هیچ کس، از چیزی بودن به هیچ چیز، از جایی بودن به هیچ جا، از زمان به بی زمانی برسیم و به هوشیاری محض تبدیل بشیم. این کار تمرین میخواد و امروز تمرین میکنیم. اگه اعصابتون خرد شد، تضمین میکنم که اعصاب خوردی باعث اعصاب خوردی بیشتر میشه. تا الان باید یاد گرفته باشید که وقتی اعصابتون خرد میشه، بدنتون داره برانگیخته میشه در حالی که شما اینجا نشستید. اینجاست که میگن من نمیتونم مراقبه کنم. مراقبه گر خوبی نیستم. این جمله تأکیدیشونه. مراقبه گر خوبی نیستم. این جمله تأکیدیشونه. اما اگه صدای رنجشون رو دوباره کاهش بدید، بهتون میگم که در زندگیتون کمتر رنج میکشید و کمتر اعصابتون خورد میشه. باید صدای بی‌صبریتون رو کم کنید. صدای طلبکار بودنتون رو کم کنید و روی بدنتون کار کنید و یک ذهنیت جدید رو بهش آموزش بدید و این حیوان دیر یا زود تسلیم میشه و از دستورات شما پیروی میکنه. اگه در زندگی مدام این طرف و اون طرف میرید و سرتون شلوغه و با آدمای مختلف جلسه دارید و باید جاهای مختلفی برید و باید توی شبکه‌های اجتماعی مختلفی بچرخید و اینجوری میشید. اینجاست. اگه عادت دارید مدام به گوشیتون فکر کنید، توی مراقبه اینا به ذهنتون میاد و 2 انتخاب دارید. یا مثل زندگی عادی گوشیتون رو بردارید و مراقبه رو تموم کنید، یا اینکه هوشیار بشید که یه دنیای دیگه هم هست که در ورای همه چیزهای شناخته شده و فیزیکی و مادی وجود داره که فقط کافیه ازش هوشیار بشید، چون از قبل وجود داره. مثل دماغتون. به محض اینکه از دماغتون هوشیار بشید وجود داره. یه لحظه قبلش هوشیار نبودید و نبود. میدان کوانتوم هم دقیقاً همین جوریه.
اما اگه ازش هوشیار نباشید برای شما وجود نداره. اما اگه بیشتر به اون و کمتر به خودتون توجه کنید، اگه هویت و خودتون رو تسلیم این نیستی کنید و در این دریای سیاه بی پایان غرق بشید، اتفاقات حیرت انگیز زیادی میفته برای بیولوژی، مغز و خون و ژن‌ها و سیستم ایمنی شما. برای همه چی، برای میکروبیومتون. میکروبیوم توی 7 روز تغییر میکنه. توی 7 روز انگار یه آدم کاملا متفاوت شدید، در حالی که نه رژیمتون رو تغییر دادید، نه تکیلا و شراب و کنار گذاشتید، نه خوردن قند و الکل رو کنار گذاشتید و نه پروبیوتیک خوردید. تغییر طی 7 روز در نتیجه تعامل با انرژی و فرکانس اطلاعاتی وارد خون میشه. سیستم عصبی شما این اطلاعات رو میخونه و تبدیل میکنه به مواد شیمیایی. اینو با قطعیت میگم، فقط یکی دو نفرم نیست. 77%، 84%، 95%، 100% شرکت کننده ها هستن. میدان کوانتوم واقعیه و وجود داره، فقط باید ازش هوشیار بشیم. مقدار بی‌نهایتی زمان وجود داره، همش انرژیه، همش فرکانسه. من فقط ازتون میخوام ازش هوشیار بمونید، بهش متصل بمونید. میخوام این مغز شما بعد از تایم استراحت به نظم برسه، تا وقتی امروز بعد از ظهر سیگنال خواسته هاتون رو ارسال کردید کل فضا رو روشن کنه و بعدش قلبتون رو روشن کنید. میخوام با عشقی که توی قلبتونه جذب کنید. دقیقاً همینو میطلبه و روی تنظیم خودمون روی آینده کار میکنیم.